واقعا وقتی که داخل از تالار شدم احساس غرور کردم. اما ماندار همیشه غرور انسان ها مخلوط می باشه با موضوعاتی که آنن صورت گرفته می باشه در زندگی روزمره انسان ها. و چند روز قبل میال هم دوام داره حملات پاکستان بالای افغانستان و با وجود که دیدن افسران جوان افغان، افسران با تجربه افغان غرور آفرین است، در عین زمان بسیار دردناک است که میبینیم که مملکت ما مورد حمله یک همسایه قرار میگیره که هیچ در جوابش حتی یک فیرم شلیک نمیشه. اکمال اردو در حاکمیت ملی مردم افغانستان، در حاکمیت ملی افغانستان باید رول مثبت بازی بکنه. ماندار اینجا من نمیخوایم راجع به موضوعاتی که باید صحبت نشه، برای اینکه من احترام میگذارم به سری بودن موضوعاتی که ارتباط میگیره به موضوعات عملیاتی شما و به موضوعات بسیار عمده که اردو باید اون منیس اسرار بسیار ضروری نگاه بکنه. اما جناب لوید رسیز، شما چی فکر میکنین؟ اول خو شما منیس یک ارکان حرب نه تنها یک صاحب منصب هستین بلکه از دیدگاه سیاسی و دیپلماتیک هم آمادگی هایی دارین که از اون دیدگاه ها تحلیل بکنین. از دیدگاه غیر نظامی حملات پاکستان چی میبینین و از دیدگاه نظامی چی و چرا تا بالا چیز نشده؟ جناب سلطانزوی صاحب، اولی را باید بگویم که ای وطن زن و مردی وطن نگاه کده، نه تنها اردو یا پلیس. هر فردی وطن در وقتش عسکر بوده است، در ایندم خواهد بود. بان هم که افغانستان با یک سلسله مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی سردوچار است، ولی اگر این انداختای پاکستان دیگه رقم وانمود شوه که تجاوز از به خاک ما به دیگه مقصد، به مقصد اشغال یا به مقصد گرفتن یک قسمت از خاک افغانستان، مرد و زن آماده است که جنگ کنه، از وطن خود دفاع کنه و پاکستانی را با این حجمش، با این اردویش، به هیچ در نظرشان هم نمیه. ولی اینجا دیگه گپ است. ما باید هوشیاری خود از دست ندیم، هوشیاری سیاسی خود، هوشیاری اجتماعی خود از دست ندیم. ما از زمان امیر عبدالرحمن خان در 1812 که 1812 است، خط دیورند که مایده دیورند امضا شده، 100 سال از او درنوی 1893 ببخشید 100 سال از 100 سال بالاتر پوره شده که ما حق داریم که را رد کنیم، حق داریم که تصمیم بگیریم در مقابل خاکی که فعلا در دست ما نیست و خاک ما مربوط به پاکستان است. در او وقت هم یک بازی سیاسی در منطقه از طرف کشورهای استعمارگر با بازی گرفته شد و خاک ما را تجزیه کردن. سرحد ما معلوم است، سرحد ما دریای سند است. چترال حتی ما ادعا داریم، اسناد موجود است، حاکم چترال از طرف افغانستان مقرر است. پاکستانی را میفهمه، اردوی پاکستانی را میفهمه که ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم. ایناله بعد از 60 سال که در 60 سالی دعوا را نداشت، برعکس ما دعوا داشتیم. آخرین دعوا در وقت مرحوم شهید سردار محمد داود خان بود که کلگی خبر داره و جوانه شاید تاریخ خوانده باشه که ما از ادعای خاک پشتونستان خود داشتیم، تجلیل میکردیم و میخواستیم. اما امروز بعد از 1947 تا چند سال میشه از عمر پاکستان؟ 66 سال میشه. در این 66 سال این دعوا نبود که خط دیورند غلط است. امروز چطور دعوا داره که خط دیورند در اینجا که کشیده شده ای تو نیست، اینی طور است. در خریطه پیش ما است، در خریطه رسم کرده، حساب خط ما هم رسم کرده، خط ازوار هم رسم کرده. در باز جا 5 کیلومتر، 3 کیلومتر، 2 کیلومتر این خط رسم کرده و ادعا داره که داخل خاک ما و ادعا داره که اینی خط دیورند است، این نیست. ما چرا جواب نمیتیم؟ ما جواب به این نمیتیم که یک بازی سیاسی رو شروع کرده و جامعه بین المللی رو به این وادار میسازه که در اینجا ای تو مداخله کنه که بیاین ببینین سرحد در کجاست. یکی از این باید قبول شوه، یا این خط یا این خط.
هر کدامش قبول شد به نفع پاکستان است میگه امضا کن. بله. غیر مستقیم ما را وادار میسازه که خط دیورند به رسمیت بشناسیم. کل گپ دمیجاست. درست. و هدف از انداخته این نیست که ما را تحریک کنه که ما عکس العمل نشان بدیم. ولی رئیس جمهور ما با بسیار درعت سیاسی امیر اعلان کرد که ما سر پاکستان حمله نمیکنیم. به دلیل چی؟ اگر ما سر پاکستان تعرض کنیم کی را میزنیم؟ او طرف کی است؟ خاک خود ماست. برادرای ما خودش. خاک خود ماست. ما خاک خود میزنیم. بازو خاطر ما نمیتونیم که این بازی سیاسی را به اصطلاح تحت تاثیر بیاریم و آینده خود تحت سوال بیاریم. هر قدر تحریک کنه موفقیت ما است که ما عکس العمل منفی نشان ندیم. تشکر. و جامعه بین المللی هم باید را بفهمه. و ما امروز با صراحت برادران شاهد است در جلسه عمومی ایساف ناتو اردو پلیس با صراحت گفتم که سرحد ما خط دیوران نیست، سرحد ما دریای سند است. بنان ما هیچ آماده نیستیم که سر خط دیوران گپ بزنیم و شما با ما نگوین که بیاین بشینین حیات تعیین شوه کدامش صحیح است. قطعا ما با این نمیشناسیم. بگیریش که نگیرید. بالکل. ما خواهر و برادرها با این شما جوانا باید با این بفهمین که یک بازی سیاسی است ما را تحریک میکنه که عکس العمل نشان بدیم. ما نمیترسیم. ما همه چیز داریم. از همه کده بالاتر ما غیرت داریم. و وطن امرای ماست در مسائل چیز سوال وطن. هیچ دهی ترس نداشته باشین، هراس نداشته باشین، ولی هوشیاری سیاسی داشته باشین. در سیاست آدم گپ تا و بالا را قبول میکنه، باز در موقعش باز جوابش میرسه.